جهل قصة نیشون براتانی همیشه به قلب شانی جت جوان اوشیان چوشی جت و بالاخره هر نیمه کشته پشته ای ساخت جنگی کت وجه جنگی کت کجا همیشه میشی چو دستی گوشی به زحمه با بالاخره هر نیمگاه که جتی و یکی پرکه و یکی سرا و یکی سرینا دن نفر واجه بشی تیگ آیی کنت بی 50 نفری کشت چو رستم وار بشی حمله کده 50 نفری کشت تیگ آیی کنت بی زهمی بازو آیین چه کارا کپت از بس که زهمی جدگه دیگر اب دیوال تکی دا سر تیگ گیم دیوال لگتی کشگا پامی دیوال سنگان و زمین نوشید تیگ پرو با همه زمین ناکه هیدی چه 4 طرف اوشی رچگه نپسی پر شما را کپته کن نوک خشک بی سری به طرف آسمان چس کت عرضی کو پروردگار من ای الله ای خدا سوی تو ما همیشه دست دراز کنم توی اوشی بی نظیر توی که بر بی پناهانی دستگیر ای کتی کرما هم نفس بی کسان جز تو کسی نیستیم کس بی کسان بگر طرف ده کسی نه بی کسان کس بی نیستیم بگر چه تو کسی من کمک بکن داد رس بی چمی چه عنایت به تو دارم یعنی چم کمک چه تو دارون و بس خدایا روا مدار که به دست کپار بکپم کشک بود شی تیر مناجاتی به هدف اجابت رسد و قادر قدرت نما و قدرتی کت چه دهنه کوچه 13 نفر سیاپوش نمودار بید یکی فریاد زد حرام زادگان چه جان یک جوانشون چی لوٹه ببیته که ما رسته شد دست پس همه با قلب شبگردان جد 12 سیاپوش دیگه هم و تارا با هم رسیند صدای گیردار بشی بلند بید سیاپوشان اولی که چند نفری کشت امیر ارسلان همه که دید امداد پای واسه رسه قوت گفت زهمی کشت چند نفری دیگه کشت که بزرگ سیاپوشان رسید دست امیر ارسلان گفت چه معرکه در نارتی و دوان امیر ارسلان برتی دم پشت دری رسینتی دری پچکو و به امیر ارسلانی گوشت جوان برو در میان ای باغ اگر یک دمی من مرسنتنوی لحظه تو کشک بیتگده امیر ارسلان حیران و سرگردان بیت باغ دیتی کدیم خیابانا باغ یر کتو چه تونا زبان آیوشی چه نوکا درد کگان چه تونیگا ایده مادیما سری جات رب ده که راه یه جوی اگر رسید و تارا نظری کت دیتی گرد خونه بدنی کلن خونه پر رین ما کرا ما آپیگا نشت دستی وتی ششتن تو چند دست پر وجه دست چند آب وارد نوشد زهمی وتی ششت گومتی گوش نامرد عجب گیره کپتگتم کم منطقه که گرفتار بگم کشک بگم این مسلمان کجا جوان مرد بید که اگر مرستین نابود بیتگتم ایدا دیگه کجام دیگه نقطه فرنگ هستین این سیاپوش که این که منا چه کجا پجا آردی و خداش پتا بیامرزی عجب یاری در حق من کتی کاش بیاد که من بدیدتن که چایا عذر لورته و گوشته کتم که من تا زنده هم تایی
منت گذارم. سیاهپوش هم در همین فکر بیته که گون آب بازی کنه که ناگهان یکی چه پشت سر چمانی گفت و امیرارسلان ترت پشت سری چاره دیتی هما سیاهپوش دلاور هستن که چو نر شیر چنگ و چنگال با خون آلود گدام و گرک و خون اوشتاده. امیرارسلان چه جاگه پاد سلامی کد سیاهپوش علیه که گفت مکر آپه ات نشت. سیاهپوش گوشت جوان خوشت که کلبه ما منوره کد. امیرارسلان گوشت نزان شما که لیکن چه یاریه که در حق من کتگه در قیامتی نوکر هستم تی حق جان در گردن من هستی. سیاهپوش را گوشت این شپی تنها نه که در حق تو چه کشگا من تر نجات داده حالا بگا بگندو این شپی گون ای لباس شبروی گو اسلحه کجا بیتگه مگه نیش کتگه کدگن کتا که کسی شپا چلوگا نامایته تو کجا بیتگه گو این گدام اگر یک دمانی مرستم بیتگم گرفتار بیتگه. امیرارسلان گوشت یکی لوگا یکی چوتی رفیقان مهمان بیتگم یک گود هم با ای من پوشتگن که ما بادا منا بگرم چون تاکید بیتا حلاکل دست پا بسته گرفتار مامو کشک مامو با قدر وقت یه تلاشی بکنم. سیاهپوش کنده تو گوشتی جوان عجب آدم سختی تو هسته سکن سر سختیه سر خبر وطیگا وشتاد که یک کلام راست خبر نکنه نباشه. امیرارسلان گوشت وجه راستی همیشی هستین که گوشون اگر هم دروگی گوشون حتی مصلحت نہیں که راست بوشون چون نزانو تو که و ادا کجاییں تا بفهمو نفهمو ادا کجا هستین و شما که گوما چه آشنایی هستین و منا چه کجا پجا کاری حقیقت احوالا و تیگا با شما نوشون این شده چه او دیما پچ کنی تا ما شما را پجا بیارم وقت عرض کنم. سیاهپوش گوشت جوان من هم نزانم تو که تا هم وقت صورت پچ کن معلوم نہیں تو که اول صورت وقتی پچ کن من ترا پجا بیارم وقت من هم با تو وشم. امیرارسلان گوشت اگر منا پجا نیاره چطور چه پوتشان نترسته گون 12 نفر و تارا با قلب 400 نفر جته منا نجات دا بلوگا آرته. سیاهپوش گوشت یا رفیقی منا بیته که به هوای آیی مات کن که ترا دیتون که الماس خان و 100 نفر شبگردانی کشته چه مردانیتی خوشوات زانتون که این کار گرچه رفیق من کار سام نریمانی و تا که جتگی به قلب 300 نفر الحمدلله که ترا صحیح و سالم به چنگ آرد لیکن هنی و صورتا پچ کن بگندون زحمتی که من کشته بهدر رفته یا مقصود منی تو بیتده. در ای خبر کنگاتم که 12 نفر سیاهپوش تمام گرک خون زهمان آنی خون هنچو پا چکه گیا من دستا رستن در برابر سیاهپوش اوشتادن یا تعظیم کته. سیاهپوش چاهن جس کو چکارو کت عرض کو با اقبال بی زوال تیگا ما تمام کشتن تیم 20 نفر باقی ماند که هوا روشن بید ترسیدن که ما را پجا بیارن اتکینو سیاهپوش جس کو چشما کسی کشک نبید عرض کو با اقبالا تیگا خون ها چمای 15 دانا نیاد اگر صوب مبیدتے 20 نفر هم کشتک تین.
کشتک تنته و سیاهپوش باز تحسین کتن تو و باز خوشحال بیت و گوشتی مبادا با کسی تعریف بکنی بروی دم باندا انشالله شما را تمام خلعت انعام دو. 12 نفر تعظیم کتن. سیاهپوش دست امیرارسلان گپ چه جاگه پادت کو گوشتی جوان پادا بروین در امارت کم شراب بنوشین من زانو که سخت و خسته الماس خان داروگ و 100 نفر کشک شوخی نه. امیرارسلان پادا و سیاهپوش رفتند به امارت عالیه شرین قلعه وطمن لوگی رستن کلاتیا قدم پاد ایرکو با پلیان پا سیڑیان برزا رفتا. امیرارسلان یا امارت دید یا بهشت ماننده دیدی که عقل آیه حیران بیت. تالار پرزینتی دیدی که وسایلی دیدی که صندلیان طلای دور تا دور پرچتگان. سیاهپوش امیرارسلانی برد در امارت با صندلی کرا میزی نندندی وتی هم کرا دستا یک نشت و گوشتی جوان ترا با خدا و مذهب قسم دو صورت وتی پچ کن. امیرارسلان شده چوتی دیما پچ کو تو سیاهپوش گوشت حمد کنو خدای که زحمت منی به هدر نرفتگم مقصود منی حاصل بیتا. جام پر شراب کو تو به دست امیرارسلان داد. آن نامدار جام نوشت و همه که کوبتگی و خستگی چه بدن در نرفت. سیاهپوش گوشت جوان ترا به خدا قسم دو خدمتی که من شفی به حق تو کتا آیتی پت ملکشاه رومی زنده بیتن یا خواجه نومان وزیر تی چه روم بیاد که چوشن خدمتی در حق تو کتک دی و ترا چه ای جنگا ورته خطرناک نجاتی داتگا. این یاری که من در حق تو کتا آیا کسی در حق کسی کنته؟ این جان پشانی که در راه تو کتگون چه دوستی هستین یا چه دشمنی؟ آیا من تی دشمن هستم یا ای که یاری که با تو کتگون یا تی دوستم راست بوش. وجه شما براتانی یه اندازه کتگون. امیرارسلان گفت من نزانو شما که ملکشاه رومی و خواجه نومان که لیکن یک قدر زانو که یاری و دوستی کن شپی در حق من کتگ پت منی خواجه طاووس یا تا به حال چین یاری در حق من نکتگی. الحق دوستی که چه ای بالاتر نیسته من شما را پجا نیارم لیکن در قیامت تی غلامم منت تو بسر من هستی و خدمت تی هم من منظور دارم. سیاهپوش گوشت در این صورت پرچه وتی ناما چما پنهان کنه و راستی وتی احوال با من نوشه. امیرارسلان گوشت من که اول عرضم کد نام الیاسم چوک خواجه طاووس دروازه‌بان هستم در کاوخانه دولتی زیر دست وتی ناکو خواجه طاووس کار کنم. سیاهپوش کا کنده تو گوشتی جوان دیته پدا دروغ گوشته هنو انگا منا وتی دشمن زانه. امیرارسلان سوگند یاد کد که جز ای چیز دیگه نیست اگر شما بهتر زانه بگوشی. سیاهپوش گوشت پادشاه بچه چوک لب داره یا من امتحان کنه تو امیرارسلان بن ملکشاه رومی پادشاه رومه در روم عاشق ملکه بیتگه با تاک ابروی فرخلکا دست چه سلطنت کشورت و کشته تک و تنها قدم پرنگ ایرکو در پلان دروازه چه وقت گروب داخل بیته خواجه طاووس مسلمانی است طریف جارد گپتی پنهانی کو به نزد توات هر چی تر نصیحتی کو تو قبول نکو.
ناچار ترا به دست وتی براته سپردی کو. 4 ماه ما کاواخانه خدمت کو. هرچه کمر وزیر بیچارگا که تی دوست بیتگا چطو احوال جز کو درشتی کو. بیروز نداد تعریف نکو تا امیر هوشنگ با خواستگاری ملکات. شمس وزیر هم حسب کد. عروسی برپا بید. شب در تماشاخانه ملکه دید. او و عهد و پیمان بست. زامات هم عروس که در کلیسا بیتن امیر هوشنگ ربط کشته. صبح گرفتار بیته. کمر وزیر در حق تو بارها یاریان کد که نجات حاصل کو. پدا توبه نکد. هر شب به باغ ملکه رفته تا این شبی که الماس خانه ترا دید که آیه لوٹه آیی هم کشته. اگر یک دمیم مرستینون گرفتار بیتکته. جوان من ای تمام احوال تیگان چه روچه که چه دروازه روم در ناتکگه من زانو. پدا هم چمام پنهان کنه. آه چه نهاده امیر ارسلان درد. من دلی گوشت عجب حرامزادگی ای که چه کجا منا زانته. انگار شب روچ منی همراه بیتا منی مونس بیتا. مردم پرنگ گریب تراز سیاپوشا گوشت. جوان فکر کنه امیر ارسلان سیاپوشا گوشت. جوان تو فکر کنه امیر ارسلان گوشت ای حبران گریبی من جانگه امیر ارسلان که روم من کجا. ترا با خدای 18,000 عالم قسم دو صورت وطیگه پچ کن تا تو را پجا بیارم بعد من گوشم که حقیقت حال من چی. سیاه پوشا گوشت تا نام وطیگه موشه مو صورتا پچ نکنو. امیر ارسلان التماس کو تا آکه سیاه پوشا شده وجه مثل نکاب وطی مشکین چه دیما دیر کو پچ کو. چم امیر ارسلان به کمر وزیر کبت. آه چه جانا درد. پدا باوتی گو نامرد نزدیک بیتون که پری بای حرامزاده که برو. کم منتا بیته ببازو. کمر وزیر گوشت جوان منا دیته فکرمند بیته. امیر ارسلان گوشت آصف جا ادا دیگه کجا شما در دل شب و 12 سیاپوشم کجا بیته که به دل به داد من رسته. کمر وزیر کندت گوشت جوان اگر چه خواجه طاووس منا در نزد تو دشمن کلم داد کده و تو هم منا وتی دشمن زانه. لیکن به جلال خدا در تمام دنیا دوست مسلمان ترا نی. جوان چه شبی که بنای سیر ملکه کد تا این شبی هر شب گو این لباس به در خانه خواجه طاووس مایه گم. شب عروسی هم وقتی گون لباس شب روی چه لوگا خواجه طاووس بدر آد که تمام جاتی پشتم بیتگم عقب تو بیتگم تا داخل کلیسا بیتگه. امیر هوشنگ کشت. ملکت دن صبح و عیش کد و تمام راها من دیتگند. صبح بخاطر تو زیر زهم وقتم تعریف نکو. بچه نهوه ترا چه چنگ الماس خان خلاصم کو. شبا هم پدا هم به باغ ملکه همراه تواد کن تا به سلامت به لوگا رسته. خب جوان تو فکر کنه امیر هوشنگ وقتی تو کشت خواجه برد شب بعد که گرفتار بیده ملک و تجار بیچاره موسی چوکا وات کنیزا کیا کشت آی مال کیا برد کجام دوست ای کارا کنته. امیر ارسلان گوشت نزانو که ای کار بیتا و سخت تعجب کنو. کمر وزیر گو ملک و تجار من کشت. در بارگاه گو الماس خانه شرطو نکد که اگر دوزی بیت کاری جوان نه. امیر ارسلان گوشت پرچی و کمر وزیر گوشت روچ
در بارگاه ای شرطم کشت. شپن رفت و ملکوت جارم کشت. گرچه کمر وزیر ای کاران کار کن جوان تا با وجود اشان پدا هم گومن تو تعریف نکنه وشه الیاسو منا وتی دشمن زانه کجا یک دوستان یک کیچه یک کاران بکنتیم پتو و یک خدمتان تیگ واسه انجام بدم. جوان ترا به حق خدایی که جان من و تو در دست آییه بگا من که زانو و لوٹوں اقرار بکنے بلبز وته بگوشه امیر ارسلانه ساعت فکر کتی در دلی گوشت خدایا این حرامزاده چه خیالی هستنی که این اندازه چما اصرار کن پروردگارا ما وطارا به تو سپرد کتا سری چس کو تو گوشتی آصف جای ایچ اصراری هستن که به من کنه منظور تک چیه اگر امیر ارسلان ببون که تو تمام احوالا که زانه دیگه ای که زبان وطیگا به تو بوشون چه رمزی هستی آخر دلیل ای تمام ابزار کنگه چیه کمر وزیر گوشت واجه این کلیپش ما گوش داری جوان با خدای 18,000 عالم قسم هیچ فکر در باره تو ندارم جز آکه ترا دوست دارم روز اول که ترا به تماشا خانه دیدم محبت تی من دلا جاگه ترا پجام آورد به تو اصرار کنو که تو تعریف نکنه امیر ارسلان گوشت منی عاشق بیته به سبب عشق که خدمت منی کنه کمر وزیر گو استغفر الله یہ چه خبری هستی من کئی کچھ کن که لاپ عشق گون تو چو سلطانی بجنو مگا چوک ساده خوشگلین کاتی که ما عاشق پادشاهی ببون امیر ارسلان گوشت چون چمان تو خوش یاد کن منو دوست داره این تمام زحمت تو کشتگم و جانا وطی کف دست ایر کده کمر وزیر گوشت بله امیر ارسلان گوشت من رمل توکا دیتا که من پادشاه بزرگی بون این خدمتانو کتگن که وقت در روم من رون جایزه انعامی به تو بدم کمر وزیر گوشت خیر من در رم طالع تو ندیدتا محتاج تو هم نه دولت سر پادشاه هنو من لوگا هستن هیچ احتیاج من به تو نیست امیر ارسلان گوشت پس هیچ محال هستن که کسی بی منظور این تمام جان پشانی من راه کسی بکن مطلب اصلی و تیگا بگشت تا من هم به تو بگشم کمر وزیر کو جوان دشمنی به عیسی بن مریم کتا مطلب هیچ مطلب من نیست امیر ارسلان گفت پس پرچه ای تمام با من تو خدمت کتا کمر وزیر گوشت ای تمام زحمت به ای مکشته که خواجه طاووس روز اول به تو گرچه کمر وزیر تی دشمنه و تو سخت گرفته باور کتا که من تی دشمن تو من خیال من هم در حق تو یہ تمام یاری کتن که بزانه خواجه طاووس دروغ مگوشنه کمر وزیر دشمن تو نه جوان فکر نکنه که من بیچاره بچه تی دشمن ببون پرچی باید ندیده نشناکته بون تو دشمن ببون تو منی پت کشته برات منی کشته چه اتفاقی کبته که من با خون تو نیگ بون تو رومی من پرنگی کجا ما هم دگره دیتا که یکا دگره ما دیتا بدی تو با من نمایان که نبیتا امیر ارسلان گوشت تمامی خبران راستن لیکن این تمام یاری که تو در این شهر در حق من کتن هیچ پته در حق وقتی چوک نکن یک چیزی در تو هسته که با این تمام دوستی دل منی گونتو صاف نبی هرچی لوٹوں گونتو دوست ببون دوست لوٹوں وطرہ دوست تو بزانون دلون راضی نبی هرچی نظر کنو چطور چیزی دوستی چیزی دیگه هم نگندو
لیکن هر وقت ترا منگنو پشت منی به لرزه درکه. نزانو چه خیالی درباره من هستین ترا که ای طور من بوم. اگر یک چیزی که چتا و آیا و چوا دور بکنه و خیالی هم که ترا نیستی و ما امیر ارسلانو لیکن اگر آ چیز گون تو هستی چه من و چه آیی دورم. من چه آیی ترسم امیر ارسلان نو و همان الیاس خواجه طاووس چکم. کمر وزیر کاکا کنده تو گوشتی این مویل کن نه جوان هر چیزی هستی همراه ما هستی لیکن چیزی همراه وات نیستنو که من ترسم دوستی و محبت دیگه پیش چایی مبیتن که من در حق تو کتا پدا یک چیزی همراه من هستی که همراه ما هستی وجه قصه هم داریم من از آنو که یکی مثلا پون کمارا نه اینا قصه دینا چی بوشی مردم وجه سلامت باتی الله میره الله حافظ این وجه 26 دقیقه میگیره سلامت باتی ولی امیر ارسلان باید چیزی که گندگ نبی همراه توی یک چیزی در دل توی چمان تو پاک نه یک کدورت نزانو چی در دل تو هستی کمر وزیر ساعت فکر کو بعد گوشت جوان کدورت منی گونتو سببی نیستیم چون چه روچه که تو چه پرنگات کگه سلامت باتی واجم ببخشی وایل کن نه من ازانو کم پون کنگی سلامت باتی الله مالی